پسران میخواهیم در مسابقه ها اشتراک ورزیم. ما اول وقتی که ما در مسابقه ها اشتراک میکردیم و مشق میکردیم ما همگی 8 نفر دختران بودیم. بعد که ما به این باگرند صاحب شدیم، مقت خریدیم، ترینیجیار خریدیم، سفید دختران و این محفل زیاد شد. حاضر ما دختران 20 نفر می باشیم. دوگانه‌های من از همین دیه می باشند. مثلا یکیشان ماهینیسا محیدین زاده، آن کس هم دختری عمم هم صنفه می باشند که همون روزی که ما در این زال تمرین میکنیم همراه من میآیند، مشق میکنیم. همون کمبودی هایی که در ورزشی همین ما میکرد که هست، کمبودی های همدیگر را اصلاح میکنیم. دیگرها مثلا از خوانندگان صنف 8 6 5 9 همه ها می باشند. این نماد ورزش و به خود همون دخترها وابسته است. چطور آنها به خود قبول میکنند قبول نمیکنند. اگر دخترها هوشیار و زیرک باشند میتوانند تیزتر همه آن و تکنیکی که در همین ورزش استفاده کرده می شود از خود کرده می توانند. وظیفه‌های اساسی لایحه و ورزش آماده نمودن دختران، جلب نمودن دختران و ورزش به زمینه سوم مکتبی یعنی صنف‌های 10 و 11 جلب نمودن دختران، اشتراک در مسابقه‌های شهری، ولایتی، بین‌الخلقی، تشکیل مسابقه در بین دختران دیهات میباشد. اساس نکنی ما گشتی در بین دیهه ما قشلاق ما خیلی در بین پسران رواج یافته است. حتی در دیهه ما در گشتین در انتهای نوروز مسابقه های کلان می شود که بین پسران متاسفانه بین پسران که از همسایه از ازبکستان از قرقیزستان پالوان های نامی می آیند